ای وای میغاز بمرده، ای وای غازم مرده است. لالایی من سمفونی دریا بود و آوازهای باران بر بام خانمان و رقص شبه وارش در گذر نور فانوس و آسودگی خواب من پارس کردن سگ همیشه یار که خطر را پیش از آن که سر رسیده باشد میدانست. دورترین خاطرم به سالهای شاید 1338 یا 39 برمیگردد به زمانی که برای راه رفتن باید دست مادر میگرفتم. تنها تصویری از آن در ذهن من مانده است که در حیاط خانه با انبوه درخت نارنج و سگ سیاه و زرد رنگی که همیشه با ما بود. نمای ماتی از کت خاکستری رنگ در ذهن من است و صد البته شکل و فرم خاص آن سالها و سنی که داشتم. کوچه ای شنی خانمان را به خیابان، یا شاید بهتر باشد بگویم جاده ای وصل می کرد که یک سوی آن ردیف خانه های از هم جدا شده بود با پرچین های ساخته شده از نی و چوب و گاه سیم خارداری که حتی برخی را اصلا مرز و دیواری نبود. آن سوی جاده یا به قولی خیابان باریک راهی بود که به ماسه های دریا وصل می شد و تپه ماهورهایی پرده حائل می شد میان ما و گستره بیمثال خزری که گشاده دست و بیدریق روزی رسان بسیارانی از جمله ما بود. هیچ وعده غذایی من بی ماهی نبود و یاد آوری و حتی دستور مادر که دست را پس از خوردن غذا با آب نگه داشته شده از شستن برنج که فشکل آب میگوییم هنوز بشوییم تا بوی ماهی بر دستانمان نماند. حیات خانمان گذشته از نارنج زار انبوه باغکی داشت که هنوز هم تصویر آن مملو از همه چیز بود که می‌خواستیم، از هر سبزی و خوردنی و میوه و بر و باری. دنیای کودکی دنیای کارتونی این سال هاست، گویی دنیای همه چیز ممکن که در آن مردان و زنان و بزرگترها به سان غولهایی می نمودند که نگریستن به آنها سربالا کردنی می طلبید که گویی برج سر به فلک کشیده ای را چنان می نگری که تعادل به هم ریزد. و در همین سالها کسی که دبیرستان بود و سالهای آخر را می‌گذراند با سواد ترین می‌نمود و دانشمندی که پاسخ همه پرسش‌های من را می‌دانست، مخصوصاً که روزهای زمستانی دلگیر که هیچ کاری نبود و بیرون دویدن و بازی کردن هم و بی‌حوصلگی این روزها ماجرای دور هم نشستن بود و داستان بافی‌ها و پرسش و پاسخ‌ها میان ما و دانشمندان سالهای آخر دبیرستان. حوضچه‌ای در حیاط خانه بود که چاهی با دیواره چوبی کنار آن خودنمایی همیشگی داشت و چوبکی که یک سر آن به شکل عدد 7 بود که کرده خاله‌اش میگوییم هنوز هم. کنار همین حوضچه تظاهرات و مرغ و خروس و اردک و غاز، ماجرای هر ظرف شستنی بود و وحشتشان از کرده خاله اگر سویشان اخمانه می جنبید. بگاه دانه چیدن و غذا دادن همین مرغ و خروس و اردک و غاز آواز دلنشین مادر در گوش من است که گویی لشکرش را فرا می‌خواند، آن هم با آواز و ترانه و ناز. در میان این لشکر پر نقش و نگار نور چشمی‌های مادر هم ماجرایی داشت که فراوان بود، کتک خوردن خروس یا غاز پرخاشگری که نور چشمی مادر را به چنگ و نک زدنی یورش می برد. دو ترانه یا شعرواره‌ای ورد زبان کودکانه ما بود که می خواندیم: نه 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 انبر جیر مرغانه نه، دست نزنی بیشمرده نه، آفتابه مرسی نه نه،
تو چرا بترسی ننه؟ برگردان فارسیش مادر بزرگ در انباری تخم مرغ هست، دست نزنی که شمرده شده است. از آفتابی مسی مادر بزرگ، چرا ترسیده ای مادر بزرگ؟ خواندن این ترانه نیز به آواز کودکانه همراه بود، با سوار بر چوبی که اسبمان میشد و ما نیز ادای سوارکاری دل به دریا زده در می آوردیم و در حیات چنان گسترده‌ای که قد دریا می نمود همچون دونکی شد در جنگ با آسیابان تاخت می زدیم. صد البته ناز دادنهای هر از گاهی و نیز اعتراض مادر چاشنی این تاخت و تازمان بود به گاهی که سر از او می بردیم. یکی دیگر از شعرهای آن سالها که برایم هنوز بسیار زیبا و دلنشین است، به ویژه از آن نگاه که رابطه نزدیک و ملموس و حضور مردمی میرزا کوچکان جنگلی را سندی دیگر است، این چنین بود: نامه فدم انزلی میرزا کوچی خان ره، حاکم گیلان ره، ایوای میغاز بمرده گردن دراز بمرده. و برگردان فارسیش نامه فرستادم انزلی برای میرزا کوچک خان حاکم گیلان، ایوای غازم مرده است گردن درازم مرده است. این ترانه یا شعر را هنوز به یاد دارم، اما تمامی آن را هیچگاه ندانستم، یعنی دنبالش نبودم. نه این که بخواهم بی تفاوت برخورد کنم، بلکه روزگار آن سالها و این سالها به بازی تا کنونیش چنان بود و هست که مجال پرداختن به چنین جاذبه های زندگی ما نداد و اینک غربت نیز به قدرت خیال حیرت کردن و یاد آوردن بسیاری از خاطرات که شاید اعجاز انسان باشد و توان شگفت‌انگیز مغز که در بیکاریش شاید بسیار واماندیم. چه حافظ باختگانیم هنوز در پی تکرار فراوان ماجراهایی که سرنوشت این چنینی را رقم زده و میزنیم و گرفتاریم هنوز.